میگوی عمر با من خونه دار میشوی؟ حیات بعضن همین خیل می شود که از کنار نگاه کنی دیگر، گپ زنی دیگر، گوش کنی یک معنای دیگر دارد. یک کلمه است لیکن معنایش دیگر. انسان همه وقت پاداش عملی کردهش را می گیرد. اگر فهمد عوض می شود، اگر نفهمد خیلی بد است. عمر، آرزو کردن خوب است، خوشبختی است. خیال میکنی که عشق جنت است، لیکن از طرف دیگر حیات و عشق یک امتحان است. هر چیزی زیبا امتحان است برای انسان. میدونم برای تو مشکل است، تو رو با این کار مجبور نمیکنم. آخر دیگر راه خلاصی ندارم عمر. غیر از تو هیچ کس من رو نمیفهمد، هیچ کس نجات نمیدهد، هیچ کس. یکان چیز که عمر. خیستانم قریب خودکشی میکردی، حیات را میسوزاندی. مایلش اگر از خودکشی دست کشی قبول میکنم، خانه‌دار میشم. خدایا به من کمک کن. همه چیز زبان خود را دارد. ابر نیست، هوا صاف است، لیک تنها متخصصان از باریدن باران مردم را خبردار می کنند. سوزنی به دست خلیده برای آگاه کردن مگر کافی نیست؟ عمر، صنم، سرمه و داغن امید و آرزوها دارند. بعضا انسان در محور حقیقت دور زند هم به مقصد نمی رسد. دوست و دشمن مایل به جنجال می شوند. تو جدی میگوی عمر؟ گفتم که برای خودکشی نکردنت، برای زنده موندنت هم میگویم. تشکر زیاد. تنها وای این رو به سلما باید گپ زنم، به همه بگویم. آنها رو باید راضی کرد. برای این به من فرصت لازم. البته برای به حقیقت رسیدن هر خیال از امتحان می گذرد. اکنون وقت تلاش و مبارزه آرزو و امیدهایت رسیده است. سلما، تو چی رو پنهان میکنی؟ هیچ چیز رو مادر جان. چنان خرسندم که چون که امروز روز تولد عمر است. خدایا
تو چی خیلی با او عاشق شده ای نمیفهمم. تو عقلت رو خورده ای دخترم. روزی تولدت عمر بوده است. گویا که عمر پسری وزیر باشه. مادر جان التماس، عمر نامزدی من است. خوب فهمیدم. عمر یک روز تو رو در بین راه تنها میماند این عمر. التماس مادر جان بس اکنون. میبینید همش خوب میشود. انا میبینید چی میشود؟ حسنم چی شد؟ انا همون میشود. مادر جان چیزی که خواهید گفتن گیرید. من نمیرنجم. امروز نمیرنجم. ایستا و تو چی شد دخترم؟ خدایا باز یک سال گذشت. این دیست پرسندی نیست. ایستا دخترم ایستا و تو چی شد؟ میدانی غیر از تو کسی نیست مرا فهمد، مرا دوست دارد. لیکن آخر کودکی در قدش بوده از من است. پدر کودک منم. بین من و کودکم هیچ کس در آمده نمیتواند. هیچ کس. زنم از من است. او را به هیچ کس نمیدیم. هیچ وقت. مادر کودکم اوست. او را از من گرفته نمیتواند. مرا میشنوی؟ گرفته نمیتواند. پگاه میبینی میلش؟ فکر نکن. همش خوب میشود. با من گوش کن. رفتن اسماعیل رو با اویله نقل نمی کنیم. رفتیم سنه. عمر با من باور کن. کجا بودی تو؟ در کجا بودم؟ ما در اینجا فکر میکنیم تو کیف صفا کن. در کجا بودی؟ کاری کردن معقول شدن. هوشیم ایستو یک دم. ایستو آروم شو. چخیل آروم میشوی؟ توی برپا نگشت. خداها برآمده رفتند. آدمو غیبت میکنند. دخترم در هیچ کجا نیست. تو باشی آرام شو میگویی. دختر از گلویش ندار. ایستو نفسش رو راست کند به خود بیاید. بیا دخترم. بیا کن اینجا بیا. اینجا شین. اسماعیل و مادرش برای چی پر اومده رفتن؟ بین شما یگان نفهمی شد دخترم؟ باز معلومه شده است. ببخشید شما رو خیلی رنجوندم، لیکن باور کنید خوب میشه. همش خوب میشود. باور کنید خوب میشده است. چخیل خوب میشود. چخیل به من داد نزنید. باز با پدرش داد نزن است. با این نگاه کنید. تو چخیل کسی با این یگان گب بیاخید. آی هاشی بس اکنون تو چخیل پدر هستی. یک مراتبه دخترت رو فهم گوش کن. همه وقت داد میزنی. صدقا تو همه وقت طرفی را میگیری. همه وقت. سلام التماس بس کن. همه رو نیمی شب ناراحت نکن. و من کاردار نشم.
دوغان شود اکنون شود بیا به این طرف یک طرفیستا اوه سلام فکرت خوبی؟ با سنم گپ زدن میخوام خودی حاضر رو از اینجا دوغان با سنم کردار نشو باید با او گپ زنم بفهمی با سنم باید گپ زنم دوغان گوش کن مس هستی خواهش میکنم سنم رو امروز راحت گذار مایلش بیا فگو گپ میزن بیا آرام شو امروز گپ بزنم بیتر حاضر رفتم شو خودتو میگم نمیشنوی آرام شو تو به خانه درو من با دوغان گپ میزنم رو چی شد این چی داد و وای ماما که اوشیم خانه دروید من با دوغان خودم گپ میزنم رفتیم پدر رفتیم دوغان به نام خدا تو چی کار میکنی نصف شب است آخر در نزد همه شرمنده میشوی ای بس شرم دار دوغان امک بچه را بینید با ما آدابی درس و تربیت میدهد دوغان بس کن مرد شو دختر رو راحت گذار از او چی میخوایی من سنم را دوست میدارم امک بچه با او خاندار شدن میخواهم دخترم دختر زیبایم سلام دوغان بس شد نشنیدی دکتر من با سرم خاندار شدن میخوام باید با او خاندار شوم هیچ کس به این مانع شده نمیتواند حتی تو سنم از من است از من رفت؟ برای چی مست آمده است؟ راستی چی میخواد نفهمیدم. حاضر یک چی میگوید؟ پگاه هوشیار شود دیگر چی میگوید؟ عمر خیلی زیاد نوشیده است خیلی مادر جون همش خوب باشه دارم همش صدیقه بسار طرفشو نگیر آخر ملعول گردی از دست و لب گزیدن بس کن هاشیم بس دختر رو به حالش گذار من کمی دم گیرم به خدایا دختری من با عقل است کاری نادرست نمی کند کنی برو دوغان رو به سنم نزدیک شدن نگذاریم. کسی نمیدوند لیکن دانستنی تو ضرر ندارد. دوغان سنم رو دوست دید. او رو از دستش نجات دادم. دوغان هم از حد گذراند. خودم رو با یک هزار میدارم. میترسم که با او یکون کاری بد میکنم. فکرت وقتای آخر در نزد سنم باش. او رو نگاه کن. او رو تنها نگذار مایلش. به خانه میروی؟
دیر شد. پدرم خواطر می شوند. عمر، چرا اسماعیل سنم را رد کرد؟ از تو یک خواهش دارم فکرت. التماس سنم را فهم. حالتش خیلی بد است. او پدرت گپ زن. سنم را اینقدر کاهش نکنند. میلش. وقت شاید همش رو خودش نقل میکند. تو به خانه هاشم نرفته بودی؟ نه نرفتم. یک کارم بر آمد. پگاه یک جای رفته گپ میزنیم. خدای توبه. تو چه خیلی مکستی؟ نخود نسبت جیانت بی‌پروا باشی. در محل غیبت ها بسیار شدن. تو نشنیدی مگر؟ تو دیگر کار نداری؟ و خدا تمامی محله گپ میزند. میگویند که اسماعیل سنم را به سبب ترک نکرده است. البته سنم یگان گناه دارد که او را حلیمه. تمام بس کردم. خوش آمدید پدرجان. خوش باش دخترم. خدایا به این دختر امشب چیزی شده است. در خانه به مثل آهو میپرد. به مانند دختران قشلاقی نقش دوزی میکند. به عمر تحفه میکرده است. باز دختور شده است. این دختران من عقلشان را خوردند. مادرجان بس اکنون. از عمر چی میخواهید؟ و شما یگان بدی کرده است مگر؟ التماس مادر بس کنید. دیگر نمیخوایم که بر ضد عمر گپ زنید. حمزه و دخترت یگان گپ زن آخر. دخترم راست میگوید. بسیار جنگ نکن. هیچ. بگو عمر و من خانه‌دار میشم. میدونم برای تو مشکل است. آخر راهی خلاصی ندارم. غیر از تو هیچ کس مرا نجات نمیدهد. هیچ کس. سنم از من است. چرا مست آمده است؟ راستی چی گفتنی مست معلوم نیست. حاضر میگوید پگاه فراموش بکنم. عمر با سنم خانه‌دار میشوم. خدایا با من کمک کن عمر. او را از دست با من کمک کن. مدد رسان خدا جان. راه نشان ده. ببخش سنم. ببخش مجبور شدم و تو این را گفتم. نمیگفتم خودت را بکشتی. خدا جان کمک کن عمر. سلما این را با تو چی خیل بگویم؟ چی خیل؟ عمر اگر این مشکلی را حل نکنی وای خیلی کلان بشود. عمر یگان چاره باید یا عمر یگان چاره باید یا عمر یگان چاره عمر چاره باید یا عمر چاره باید یا یگان چاره باید یا بی عمر. یگان چاره. قربان. بعضا یک نفر رو قربان میکنی. بعضا قربان یک نفر میشوی. قربان شدن هم خوش است. قربان کردن هم. چین سرت تا آفرده است. این کار را سبب میکنم. حضرت ابراهیم علیه السلام پسرش اسماعیل علیه السلام را برای قربانی کردن میبود. امر از بالا هست میگوید قربانی پسرش بود. لیکن کسی که قربانی میکند قربان میشود. در محور حقیقت بودند و هستند. از این قربانی ها چقدر کارهایی به خیر برآمده است. حاضر خواب بینی میگوید تو کی هستی؟ میگوید تو کی هستی؟ تسلیم شوی. عقل در کجا میموند؟ میگوید آدم. میگویند من به این کله جاهلم میگویم که از یگان نفر پرس که دو عقل از یک عقل بهتر است یا نه؟ قربان شدن خیلی کاری جدی است.
با خواست خود رخ ندهد هیچ کس قربانی را قبول نمی کند. با دست خود کنی، بعد فکر میکنی که قربانی قبول شده است یا نه. قربانی با خواب شروع شد عزیزم، لیکن خواب هنوز تمام نشده است. سرما 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 سنا سنم گوش کن. سنم جدی گپ زدن میخوام. سنم خیلی مهم است. خیلی مهم. دالان برسکنون سنم رو به حالش گذار وگرنه وگرنه چی؟ وگرنه با همه اویله میگویم که تو سنم رو دوست دیدی. بهتر شاید خودم رو داشته نتوانم. تو نمیبینی که احوالی سنم بد است. او رو به حالش گذار. رحمتی مادرت می بود. چه سامبوسه های بالازد می بود. از بویش مست می شدی. زیبی هر یک خانه زن است. به خانه من بخت می آید. خدا خواهد توی تو سرمه را برپا می کنیم. توی را هرچی زودتر می گذرانیم. پدر از شما یک چیز پرسم. بپرس. پدر فرض کردیم که یک نفر به ناخوشی گرفتار شد. به سرش یگون چیزی بد آمد. چاره ندارد. خیر. و او چیزی باشد نباشد باید کمک کنیم، همینطور نه؟ البته. خوب، حتی اگر از دوست داشته جدا شدن لازم آید. یعنی مسئله زنده ماندن باشد. کمک نکنی، فرض کردیم خودش رو کشتنی باشد. تنها تو دستت رو دراز کنی نجات می‌یابد. امکانیتی دست دراز کردن داشته باشی دراز میکنی پسرم. لیکن در آخر روشن‌تر گپ زن پسرم. تو با این چی گفتن میخوایی؟ پدر
Sanam. Vay, chiqir bu yer. Hozir. Alo? Padar? Padar, چی شد؟ بابایت مادر جون شما با کجا میروید؟ به خانه صدیقه میروم دخترم. تمام محله درباره سنم گپ میزند. تو نمیروی؟ من هم رفتنیم لیکن این خیل باشد بیا همراه میرویم. رفتیم. کی زنگ میزند دخترم؟ شما روید من بدتر میآیم. خدایا چرا تو دایی مرا از نظر میرونی؟ چی دکتر شدم گفته فرشته شدی توبه کردم این روزها را مادر جون التماس بیامان. الو هارون چی شد؟ الو آقای سرما سلام. ما به یک قرار آمدیم و محله برمیگردیم. سعیده کمی در حراس است لیکن دیگر خیلی نمیشود. رفته باید با پدرتون گپ زنی. شو سعیده غم مخور. سرما به کسی نمیگوید. چی شد هارون؟ گوش کنید آقای سرما. در محله یک رفیقم است. با او گپ زدم. یک چند وقت در خانه آنها میمونیم. حالا باشد هیچ کس از اومدن ما خبردار نشود. مایلش کاش که روز به خانه می آمدید. سعیده از پدرتون میترسد. پدرم تماما عوض شدن. این رو با سعیده فهمانده نمیشود. اول به محله آییم بعد به وضعیت نگاه کرده به یک قرار می آییم. مایلش تو بستید. مایلش پدر. خداحافظ. پدر چی شد گپ زنید؟ با بابایم چی شد پدر جون؟ بابایت در مدینه بیمار شدند. مرا به نزدشان میخوانند. پدر جون صدای بابایت مرا خاطر کرد. به نزدشان رفتنم لازم. باید یکی از ما نزدشان باشیم. من باید زودتر آماده شده برایم. حلیمت آدگانه صبر کن. به خانه صدیقه میروی؟ بله میروم. گوش کن باید تو چی میگویم. چی میگویی گبزم؟ توی سنم برپا نگشت همین در. گوش کن چی میگویم دگونه. خدایا چی میگویی گبزم؟ این قدر گوش کن چی میگویم. گوش کن چی میگویم. گبزم آخر گوش میکنم. من یک به مکتب درویم. علیا پدر جون باز چی میخوایی؟ علیا تو با من یک امکانیت دیگر ده. علیا بچه ها شما رفتن گرید من از پستون میآیم. با من گوش کن از تو جدا شده قدرت رو فهمیدم. تو را و فرزندانم را نبینم خودم را تنها حس میکنم. نمیبینی مگر به تو نمیتوانم علیا. تو وقتی که بیزن در این محله هست با تو روبرو شدن نمیخواهم هیچگاه. علیا الو حاضر میآیم پدر. من یک برادر دارم کو ادهم. میدونی سال گذشته زنش مرد. حاضر با دو کودکش عزا میکشد. خانه دار شدن میخواهد لیکن دختر یافته نمی. من میگویم از عائله عدلیه خواهیم آنها به ما دختر میداده باشند. البته میدهند. و مثل ادهم داماد رو از کجا میومد؟ تو دل صدیقه را یافته میتوانی دگانه؟ تو این طرفش رو به من گذار. سانم هم بعد همون رو سیست. خیر من روم بعد خیلش
توبه کردم. نه مرا دوست ندارد. با من گفت که تو دختری خیلی با عقل هستی. مامان هم خیلی با تجربه هستی گفتن. من شعر می نویسم، تو نوشتن نمیتونم. خیر چی؟ من هم نوشته میتوانم. جمره، الیف، شما چرا با اینی خود تقسیم کرده نمیتوانید؟ معلم یعقوب مرا خیلی دوست میدارن. همین خیلی نه مرا خیلی دوست میدارن. من اره مثل پدرم دوست میدارم. مرا مثل برادرم دوست میدارم. با من گوش کنید، شما هر دوی رو دوست میدارید. جنجال نکنید مایلش. همه خیلی لایق دوستداری استاد یعقوب میشوید فهمید؟ فهمیدم معلمم. مایلش معلمه جان. با شما چی شد؟ با پدرم گپ میزدیم چی میشد؟ خوش اومدید بچه ها. دخترم تو نرفتی؟ علیه این خیلی نمیشود. حضور و خستامانت چی گناه دارد؟ در این روزهای وزنین در پهلویشان باید یک نفر باشد دخترم. صدیقه بیچاره را باید یک نفر زن دستگیری کند. تو روی کمی هم باشد غمش کم می شود. رو دخترم، حاضر وقت قهر کردن نیست. تو برای شوهرت نی و برای خاطر حضور و خستامانت می روی. انسان باید در همین حالت انسان بودنش را نشان دهد. با فکرم راست میگویید. خدای صدیقه بس کن، روند رفتن گیرن. گویا که دنیا چپه شده باشد و اسماعیل تماما به من معقول نبود. به من گوش کن و تو یک خبری خوش دارم. چی؟ یک نفر صنم را خواستگار شده است. خدایا در این دنیا همه چیز رو بدیل نگیر. علی نشود ولی نشود. حلیمه تو چی مرا مسخره میکنی؟ با دختری که 2 مرتبه از نامزدی گشته است که خواستگار میشود. امشب آمدنی‌اند. مرا پیشتر فرستادند که خبر دهم. شاید شناسی. کی؟ پسری مهران خانم ادهم. ادهم؟ با فکرم وای کودک دارد. باز اومدی زن مرده است. خیر چی شده است؟ بچه هایش مثل فرشته می باشند. ادهم هم خودش همین خیلی سرداری مأمور شده است. در این زمان خیلی آدم را از کجا می آبی؟ میلش من میگویم که بیگاه بیایند. توبه. شیرین نکنی بیبی، جو نکنی بیبی. علیه دختری زیبایم. فکرت نیست در خونه. همراه پدرش برای گسیل امکی علی رفتن. درو دخترم. آواز پدرم رو شنیده ترسیدم، وگرنه نمی رفتم. پدرم با تلفن شاید دیگر بر نگردم گفتن. از هفتش یگان گپی گفتنی دارند. مرا به نزدشان دعوت کردند. یکی از شما را باری آخرین دیدن میخواهم گفتند. در بین همه امان بیکار منم. یگان واقع شود با شما خبر میرسانم. انشاءالله همه‌اش بخیر میشود. از تن ما دست پدرم رو بوسه. البته که از یک طرف خرسندم که آن خاک مقدس را زیارت میکنم. هرچند حالت پدرم مرا به تشویش آورده است، لیکن ضد نشوید. شاید هفته آینده با پدرم برمیگردیم. انشاءالله. خیر عزیزانم، توی میشود انشاءالله، فقط کمی دیرتر. بخیر باشد پدر. عمر پسرم چیزی گفتنی داری؟ وای پدر، من خودم حل میکنم. با شما روی سفید. از من راضی باش پسرم. راضیم پدر جان. خدا نگهبانت. عمر جان، روی سفید عمر، با بابایم سلام گویید میلش. با او گویید که داغنی پیشینه نیست.   همش گل بریم، غم نخورد. من
برای این عائله حتی جانم را فدا میکنم. مایلش امک جان؟ مایلش داغن. امکی قربان. راهی سفید علی. تشکر امک. روی سفید. سلامت باشید. راهی. روی سفید امک. قربانت شما میترسم. خدا نگهدار. فکر کن که همش خواب است. در خواب است. فکر کن که بیدار شدی. قربانی کی است؟ قربان میکردگی کی است؟ تو به این سوال جواب داده میتوانی؟ میگویی که کار قربانی به خواب نمیشود. من هم میگویم که اولین قربانی خواب دیده باشد، هم چشمانش پوشیده باشد، هم لیکن قلبش هنوز نخوابیده است. کسی که خواب است و خودش را بیدار فکر میکنه چی؟ این کار هم نادرست. دردم سنم است. میترسم باز با دخترم یگان چیز نشود. دردش را نمیگوید. چرا با اسماعیل خانه‌دار نشد؟ در سرش چی فکر است نمیدونم. خدایا این کار آسان است. و من گوش کن. شکران خانم رو میدونی؟ فالبین شکران هست کو؟ و نزدی او رویم. و همه نمودی درد دوام میفته است. دردی سنم را هم میگوید. هیچ نباشد دردش رو میفهمیم. نمیشود ینگه حلیمه. فال دیدن گناه است. این خیل نمیشود. خدایا چی میشود؟ و فال باور نمیکنی؟ لیکن به فال هم نمیشود. و من گوش کن صدیقه. از اون یکی بیهوده درونت رو میخوری، فال کشا، احوالش رو فهم، گناه شود گناه به سر من. تو دروغگو هستی، دروغگو. تو باشی با خیلی هستی. من از تو بهتر میخوام. تو با من حسد میبری. تو دروغ میگویی، دروغ. تو مرا دروغگویی نگوی. من دروغ نمیگم. خیلی بس کنید شما چیکار میکنید؟ من مرا دروغگویی گفت معلمه. آخر باید دروغ میگوید. معلم یعقوب و من آفرین گفتن. چون بیشتری گفتن ما قول شد الیف باشد و خیلی میکند. نخود برای من جنجال کنند. با خودوه در این موضوع با شما گفت زده بوده. استاد یعقوب هر دویتون رو برابر دوست میدارن. یکیتون رو برای خوب خوندن، دیگرتون رو برای با عقل بودن. فهمیدید؟ بیاید اکنون این موضوع رو محکم کنیم دخترها. رفتیم. در پناه خدا باشید. سلامت باشید. خدا را به مقصدش رساند. سلامت باشید. مایلش تا بازدید عمر. داغن فکرت اجازت میدهی؟ البته عمر. ولی امک بچه تو رو گوش میکنم. وای دین شب گپ‌های بسیار گفتی. گفته‌هایت رو در یاد داری؟ من مست نبودم. یعنی چیزی که گفتی جدی گفتی؟ بله جدی بود. سببی از پس سنم مثل دیوانه دویدنم همین است. با او خانه‌دار شدن میخواهم. من دیگر کس نه. فهمیدی امک بچه؟ بین من و سنم هیچ کس در آمدن نمیتواند. هیچ کس مانع شده نمیتواند. جدی میگویم. و همه چیز راضیم. حتی اگر با دیگر کس خانه‌دار شده جدا شود، صاحبی کودک شود، از من میشود، سنم از من میشود. این را در پیشانم نوشتم. من به این آدم باوری ندارم. فکرت این دختر باز تلفنش رو خاموش کرده است. باز به شما چی شد دخترها؟ آخر شما با هم دوگانه هستید کو؟ مثل اپا و خواهر دویم همراه میگشتید. همین طور نه؟ بله معلمه. اکنون باشد همدیگرتان رو گناهگار کرده جنجال میکنید. بگویید برای چی؟ برای استاد یعقوب همین طور نه؟ برای مهر و محبت شده به همدیگر دروغ گفته جنجال نکنید. این کار خوب نیست. این به شما نمیزیبد دخترها. اگر استاد یعقوب این جنجالتون رو فهمد خیلی میرنجد. او رو رنجاندن میخواهید. نه من استاد یعقوب رو خیلی دست میدارم. من هم مثل پدری رحمتی هم دست میدارم. من رو باشد مثل رحمتی یکم دست میدارد. و شما برای همین مهر و محبتی تازه به هم جنجال میکنید. همین طور.
کانی زود از یکدیگر بخشش پرسه و هم دیگر رو با آغوش گرفت. زود. مرا ببخش. تو هم مرا ببخش. تشکر زیاد معلم. اکنون روی دخترها تنفس شد. سنم کاری کرده ای تو چی؟ با بچه ها میگوی لیکن تو هم با سرما پای خواهر نبودی مگر؟ کاری کرده ای تو چی؟ کاری که با عمر و سرما میکنی با کاری کرده ای بچه ها مانند نیست مگر؟ اگر پدرم ما رو باز جدا کنه چی؟ سیده بیهوده غم میخوری. سرما گفت که یگان مشکلی نمیشه. همش خوب شده است. پدرت به خونه دارشوی عمر و سرما راضی شدند. مگر بر ضد ما میبرند. اکنون غم مخور. راست به خونه رفیقم میرویم. در آنجا یک هفته میایستیم. انا بعد میبینی که ترست بیهوده بوده است. چقدر روح مانده است؟ خیلی کم. احتیاط شو سیده! سنا بیا درو. مرحمت بشین. بناستم زود می در اومدی. وقتهای آخر تماما نمی دروی. راست میگویی. ببخش سرما. تو رو خیلی رنجوندم. از برای من تو از تو شرم میکنم سرما. من آمدم که با تو گپ زنم سرما. بله گپ زن گوش میکنم. وای گوش کن سنا. انگشترین نامزدی هم در کجاست میدانی؟ در دستی عمر. آن رو با عمر برگرداندم. سببش تو هستی سنم. دیگر بس. دیگر در بینمون نیست. عمر رو به حالش گذار. التماس به ما خلال نرسون. اکنون دیگر زیخ شدم نمیخواهم. عمر رو خیلی دوست میدارم. حیاتم رو به تصور کردن نمیتوانم. با عیبی تو قریب که جدا میشدیم. حاضر باشد مناسبتمون خوب شده استاده است. دیگر نمیخواهم که ویران شود. میفهمی؟ سرما گوش کن. من فهم. عمر آدمی خوب است. خیلی دلسوز است. نمیخواهد که کسی عذاب کشد. در قلبش یک ذره هم بدی نیست. او خیلی کسی برحم است. اگر تو از رحم دلی او استفاده بردن خواهی باور کن که مرا بر ضد خود میکنی. مرا فهمیدی؟ نه. عمر از من است سنم. از من. وی نامزدی من است. به نزدیک خانه دار میشویم. توی میشویم. اکنون ما رو به حالمون گذار. به خوشبختیمون خلال نرسون. اگر یگون مشکلی داشته باشی خودت حل کن. معلمه هستی. عقل داری. چیکار کردنت رو باید دانی. تو حق نداری که به وقتی ما ظالم شویم. فهمیدی؟ حق نداری. سرما التماس مرا ببخش. ببخش مرا.
سنم алия духтарам باینگا боз каме мемонди ба куҷо меравӣ روم با فکرت روبرو شدن نمیخواهم духтара биё мон ҳамин як равиятро رفتیم بچه ها میرویم مادر جون باز کمی نگریستین؟ ما بدتر نمیویم بله التماس مایلش لیکن دیر نمانید بیو آمدم آقا جان بیو کانی داره بیا رفتیم دیر میمونیم رفتیم уф не ҳалима ман ба назди фолбин намеравам ба сарам гуноҳ гирифта намехоҳам не намеравам гуфтам намеравам خدایا با این نگاه کن از یک فالبینی چقدر گناه میشده است من به شکران گفتم که میآییم نگاه کن رومالچه سرمه را هم گرفتم تو یگان چیزی سنم را گرفتی موی قپکش را نگاه کن میبینی شکران موی قپک را دیده درد سنم را زود میفهمد و خدا راست میگویم بیا رفت و راه که بر آمدیم باید دیگر از راه بر نگردیم رفتیم رفتیم زودتر رفتیم نرگیز بیا از پسشون میرویم سنم مرا گوش کن با تو گپی مهم دارم گوش کن من گوش کن سنم یگانه آدمی که به تو کمک میکند این منم یگانه راهی نجاتت منم مرا گوش کن سنم سنم بیا به خونه میریم باید مرا گوش کنی سنم یگانه راهی نجاتت منم زودتر باشه سعیده زودتر یوری دیگه سعیده خواهرم زود بدرون دراری زود بدرون دراری زودتر باشه احتیاط کنید نفری که آینده‌اش را می‌خواهی دختری تو است یک بار الکش جدا شده است من به تو نگفته بودم دیدی میدوند خدایا چرا دونست تمامی محله میداند که دخترم از نامزدش جدا شده است خانم این فال از کسی باور نکند نمیبراید از حاضر گفتم اونم میلش باور میکنم گپ زنید کنی با دخترم چی شده است تو زیخ هستی دخترت هم حلیمه چرا مرا به اینجا آوردی بس کن دخترت رو یک نفر از راهی دور خواستگار است انا دیدی این رو هم دانست دور نیو خیلی نزدیک آنه که از راهی دور بود دختر رو پرتافته رفت و این نامش هم چی بود؟ اسماعیل بود کنی شکران خانم کنی ببینید این دختر تقدیرش به کی رفته باشد یعنی او کیست قد و قامتش چگونه بلد و زیبا شکران خانم استید گپ زنم نگاه کن دختری تو رو به نزدیکی توی پر دبدبه کرده میبرند خیلی خوشبخت میشود انشالله شکران خانم و دختری من هم یک فال کشوید میبینم کنی شنانیم کنی بتوقت نشم زودتر گوید آخیر شد هارون آرام شو به خود بیا اپای سرما حالش خیلی است خیلی خونی زیاد رفته است حالتش خوب نیست زودتر باید خون یابیم
گروه خونش گروه آ منفی از من نمیشود. من میدونم لیکن از من هم نمیشود. خدایا خیلی خونی کمی یافت است. زودتر باید یابیم. غم مخور سرما. گروه خونی من میشود. گروه آ منفی. راست است دوغم. خون را در کجا میگیرن؟ تشکر دوغم. بیا به این طرف. بیا زودتر. تشکر اکای دوغم تشکر. با مادرم حتی خبر دادن نتوانستم. الو مادر جان. نه آقا جان من هم بینم. ایستو نمیست ایستو. خلا نرسون. خدایا شما در اینجا چیکار میکنید؟ کنی بیاید اینجا. کنی بیاید اینجا. رفتیم. بیاید. کنی رفتیم. صدیقه من از این خیرکارها پول نمیگیرم لیکن شما رو نرنجانم گفتم میگیرم برای نرنجاندن. البته بله درست. رفتیم بچه ها رفتیم. باشتا باز نفتیم. بشه السلام علیکم دکتر جوان. و علیکم سلام امک قربان. بشین. در این وقت باید در بیمارخانه باشی همینطور نی؟ معلوم است که بچه ها هفتیده ای. اگر عقل انسان بچه ها هفتیده باشد وای بر حالش. در چاهی تاریک نشسته بالا را نگاه میکند که یگان نفر آمده دستش را دراز میکند. چه خیلی دراز کند؟ هیچ کس از چاه خبر ندارد. تو را عقلت به چاه افتیده است. این خیلی باشد یعنی از چاه خودت تنها برا. من میدونم که تو برآمدن میخواهی چون که جان کنده ای ساده ای. امک قربان اگر با من یگون چیز گفتنی باشید فهموتر گپ زنید. همش فهمو میشود. در دنیا معنی امتحان میمونند مگر آقای دکتر؟ فرزند انسان برای فهمیدن امتحان و دعواهای پنهانی این دنیا زندگی میکند و خواهد کرد. عقلت را کار میفرماییم، دلت را کار میفرماییم. از همه مهمش درست بودن و تصمیم درست گرفتن میباشد. یعنی آدمی درست میشود. آدمی درست را مییابد، دردش را میگوید و در آخر درمان مییابد و خلاص میشود. فراموش نکن آقای دکتر حضرت یوسف هم بچه هفتیده بود لیکن سلطان مصرش. من حاضر در همان چاه هستم. و از این باشدم از راه درست نبرآمده میتوانی و دوستانت هیچ دروغ نگفته میتوانی. امک قربان با آدمان گپی راست گویی حیران میمونند. مایلش عزیزم به من اجازت. همدمی دیوانه ها هستند. کسی که کاری حق را کردن میخواهد محورش باید راست باشد. سلامت باش. ایستا صدیقه یردن ایستا. در نزد فوبین چی گم کردم؟ چرا آمدم؟ همه گفته هایش دروغ. خدایا توبه کردم مرا ببخش. چیکار کردم؟ و سرم گناه گرفتم. خدایا ایستا. رومالچه سرمه را در نزد شکران فراموش کردم. ایوهی این هوریه نیست مگر؟ با کجا می دوادین؟ ایستا با او یک دو دهن گپ دارم. هوریه حلیما ایستا. هوریه ایستا. هوریه ایستا و من گوش کن هوریه. یا جای دخترم را میگویی یا از تو با پلیس شکایت میکنم. فهمیدی؟ همش از برای تو بچه ها رو عذاب دادی. از برای تیسر از اینجا برآمده رفتن. خدایا این را بینیده من چیکار کردم؟ باسیده وقتی که به محله برمیگشتن به صدمه دچار شدن. حاضر دخترت در بیمارخانه جان میدهد. تو باشی خبر نداری. حلیمه چی شد؟ سعیدم دخترم
بچه‌ها شما راست به خانه روید. ما به بیمارخانه میرویم. مرا فهمیدید؟ روید پسرم. حمزه به حمزه خبر بله خبر میدیم. هیستا حلیمه هیستا. شما از پسی کارهایتون شوید که فکر غم نخورید یگون چیز نمیشود. من به خانه رفته کمی دم میگیرم. وایلش میشل ایستا تو رو یگان کس ناراحت نمیکند؟ نه بازم مناسبتتون چه خیلی شد؟ تو حال جدا هستیم مرا نمیبخشد. این شیل از محل رود بد میآیم میگوید. این حال باشد من باید از این محل روم. لیکن وای آدم ها اگر تو را باز تعقیب کنند چی؟ نمیخواهم که از برای من سر در بلا ماند. تمام. تشکر. تشکر دوغن. این خوبیت را فراموش نمی کنم. مهم نیست. همه وقت برای کمک آماده. ما خطا کردیم دوغن. تو خوبی، قلبی طلایی داری. تو تماما آدم دیگر بوده ای. راستی امید نداشتم که یک روز از تو این گپا رو میشنم. دوغن تو به همه گونه گپای خوب میارزی. آرون شما کی آمدید؟ چی شد؟ آدم دچار شدیم که اون بار سعیده در درون است. سرما برای چی به من خبر ندادی؟ ببخش که از سراسی مگی به یادم هم نامد. حالتش چی خیلی است؟ کارهای لازمه را کردیم. شکر خدا حالتش خوب است. اگر دوغن نمی بود نمیدانم چی میشد. شاید او را از دست میدادیم. دوغن خون داد. حیاتش نجات داد. این خوبیتان رو هیچ گفت فراموش نمیکنم. با اجازت التماس خالای هوریه او باید تنها خانم هوریه بس شد مادر جان. کم بشینید آرام شوید. این روزها رو هم دیدم. قلبی طلایی دارم گفت. خیلی آدمی خوب هستی گفت. به چشمم نگاه کرده میخندید. نباشد سنم چی میشه؟ اینقدر سال من سنم رو انتظار بودم. نه این خیلی باشد حاضر وقتش داغن. چرا سرما نشود؟ از دستی تو هر چیزی آمد کردی داغن. مادام که تو رو نمیخواهم من هم به نزد آنی میروم که میخواهم. دخترم در کجاست؟ دخترم در کجاست؟ آرام بیزارم سعیده چه حال دارد؟ در درون است. التماس آرام شوید. حاضر او رو باید ناراحت نکنیم. کمی دیرتر او رو البته میبینید. میلش اولش خیلی از دستم اون چیزی که آمد کردیم پدر. لیکن هنوز حالتش خوب نیست. خیلی خونی زیاد رفته است. شکر خدا خونی دوغن موافق آمد. دوغن یک فداکاری کلان کرد. تشکر به تو دوغن خدا از تو راضی باشد. انشاءالله صحت می شود. غم نخورید. اگر خواهید در بیرون انتظار شوید و خود بیاید ما با شما خبر می رسونیم. رفته.
مرحمت. تشکری زیاد. هیچ گپ نی. عمر لابای چرا هوشت پریشان است؟ نه ببخش عمر، تو را در حالتی ناگوار گذاشتم. میدونی که دیگر چاره نداشتم. عمر ببخش من. دیگر چاره نداشتم عمر ببخش من. همه‌اش از برای من شد. سعیده آمدن نمیخواست، لیکن من مجبور کردم. مجبورن آوردم. ما از اول خطا کردیم. ببخشید نورا. اگر با سعیده یگان چیز شود خودم رو نمیبخشم. خطای اساسی از من گذشت. بیهوده به شما ظلم کردم. قصد دیرین را از شما گرفتنی شده. خطا کردم. چشمانم کور شده بود. عشق پاک شما را دیدن نتوانستم. این من باید از شما بخشش پرسم. شما رو که ها بخشیدم. فقط خودم رو بخشیده نمیتوانم. لیکن اگر توی سرمای عمر و بعد توی تو سعیده را گذارونم، شاید همان وقت خودم رو میبخشم. اکای حمزه، ما به خانه می رویم. یگان شود البته خبر گیر. خوب زیق نشاید همش می رفتیم. انشاءالله صحت می شود. بسیار غم نخور. سعیده با قوت است. می بینی که همش را پسی سر می کند. جواب ده سنم. تلفنت را بردار. باید با تو گپ زنم. Gönül
دخترم، دختری بدبختم. مادر؟ مهمان اومد. کی؟ آقای ادهم با مادرش. حاضر. مگر حس نمی کنید؟ گذر پسرم گذر. سلام علیکم. برای یک کاری خیر اومدیم. پسرم خیلی خواست. راستی سودا گپ میزنیم؟ شما مسخره میکنید؟ دختری مرا لایق پسرک که 2 فرزند را دیده ای؟ شما کی هستید که از عائله عدلی ها دختر میگیرید؟ چه جرأت کردید؟ با کورپاتون نگاه کرده پای دراز کنه. روید از اینجا روید. گیرید این چارو پارومتون رو برای از اینجا. برای ما برای کاری خیر اومدیم. روید برای هیکل برای نیست. برای ستار هوای خانه را با نفستان افلاس نکنید. روید. خوبی رو نفهمیدم. دخترتان شرمنده نشود گفتیم نفهمیده. معلوم که چرا دخترتان رو رد کردندی؟ دخترتان از سرطان مانده و اینجا به خاطری حلیمه آمده وگرنه قدممون رو به این جنجال خانه نمی گذاشتی. راه کرد پسرم رفته. روید دیگر قدمتون را این طرف نمانید. گناهکار تو هستی که آنها را به خانه راه دادی. ینگه؟ همه این عیبی من است. شما چه گناه دارید ینگه؟ و دخترانم صاحبی نکردم. یک دخترم را هارون گفتنی آدمی بی‌مدنیت گرفت. اکنون او جان میکنم. دیگرش را عمر از دستم گرفتنی. با او چی میشود خدا میداند. من چی گناه کردم که خدا این چیزها را به من روا شما غم نخورید ینگه. میدونید من نیتی سرمه را به عمر دادن ندارم. اهمیت ندادید مگر سرمه تا حال انگشترین نامزدیشان نمی اندازد. ها؟ برای چی نباشه؟ حلیمه بیا درای. آمدم حمزه آمدم. خواهرک زیبایم. از دستمون چیزی که اومد کردیم. دعا کنیم سرما. جز دعا دیگر چاره ای نداریم. دعا میکنیم. ای خدا جان به جیانم سید شفا ده. او را از ما گرفته هممون رو بدبخت نکن. تو بخشنده و مهربانی خدا جان. ما را و این 2 جوان را ببخش. خدا جان تو به کسی باری را که برداشته نمیتواند نمیدهی. ما را در زیر باری وزنی نگذار. میدانم در نزد مرحمتی تو عشق ما هیچ از خدا جان. به حرمتی پیغمبری دوست داشتن حضرت محمد صلی الله علیه و سلم به ما نتیجه خیر بده. ما را از نفسمون از حرصمون و از وسوسه شیطان امین دار. خدا جان رحم کن در پناه نگاه دار. آمین. آبای سرما خوش. پدر جان خبری خوش. خطر پس سر شد. سیده به خود آمد. همش گذشت. خدا را شکر. مادر جان دخترکم نجات دیو. همش گذشت. آروم
زیرتون نشوید، همه‌اش میگذرد. حاضر به درون در اومدن ممکن نیست پدر جان. کمی صبر کنید مایلش. دخترم زنده مون. شکر که نجات یافت. دخترم سنم بس گذشت شد جانکم بس کن همش گذشت. اوه سنا از ما چی رو پنهان میکنی بگوی بم. ای خدا جو دردی رو با من ده. روزیم که همه درد و عذابش رو گیرم. من عذاب کشم. دخترم رو در پناه نگه دار جان، نگه دار. با کجا میره برده پنورای؟ من به خونم برمیگردم. خداحافظ بچه ها. خداحافظ پنورای. رفتیم بچه ها، دیر موندیم. رفتیم زودتر. اپای نورایتون اکنون میرود، دیگر نمی آید. فهمیدید؟ نمی آید. برای چی مادر جان؟ شما به نزد اپای صبح رفتن نمی خواهید؟ عمر باید با تو گپ زنم. حتما فهمیده. شما روی مولچه مرا ندیدید؟ من از کجا دانم دخترم؟ هوشو یادم با سعیده یکون چیز رو مگر میبینم. اوه سعیده گپم رو گوش نکرد. دیدی به سرش چی ها اومد؟ خدایا روی مولچه هم کجا شده باشد؟ رفت در رو کشو بین کی اومده است. اپای علی خوش اومدید. مرحمت درایید. ما برای سیده زیاد شدیم. درایید مرحمت. ببین درایید. با چه قرار اومدی عمر؟ من یک راهش رو پیدا کردم. چرا؟ دین تو رو خیلی گفتم لیکن پیدا نکردم. یک پیشروی شد سنم. عمر تو با من دروغ نمیگویی؟ با این باوری کامل دارم. هم سرما دل شکسته نمیشود. یعنی؟ تو سرما رو دیدی؟ چقدر خوشبخت است. نمیخوام که این خوشبختی رو از او گیرم سنم. میفهمی؟ چی بود است این پیشروی نود؟
داغان داغان؟ ایستو قهر نکن اول گوش کن یک روز پیش گفتم مست بود جدی نیست گفتم لیکن دیروز پرسیدم جدی بودنش رو فهمیدم داغان با تو خانه‌دار شدن میخواهد سبب گریزانیدن تو و از پس تو دویدنش همین است و تو تکلیف خانه‌دار شدن رو کردن است گوش کن سنم یگانه آدمی که به تو کمک میکند این منم یگانه راهی نجاتت منم مرا گوش کن سنم داغان را هیچ وقت اینقدر جدی ندیده بودم نه خودم خیل گفت با او میفهمونیم او باز با من گفت که اگر خانه‌دار شده جدا شود هم با او خانه‌دار شدن میخواهم برای روز تولد عمر تحفه تیار کرده بودم لیکن نیست میکوبم نمییابم آقای سرما شما را فال بینم دستتون رو دهید نرگیز این فکر فال بینی از کجا پیدا شد نرگیز اپای سرمت رو نراحت نکن اپای سرما التماس بر بینید مایش بین دستتون رو این خیل داره خوشویه بله اپای سرما شما با آقای عمر خانه دار می شوید دیدی اکا جان در اینجا می بینم کنی بینم؟ اپای سرما لباسهای عروسی پوشیده است شما در اینجا چیکار میکنید؟ خیلی خرسند است اکای عمر هم خرسند است لیکن بچه ها شما روی ملچه گم شده ای مرا ندیدید روی ملچه؟ بله دیدم در کجا؟ لنگای حلیمه به فالبین روی ملچه نشان دادن راست است؟ من رفته یک چای گرم بیارم سنم گوش کن اگر صمیمی بودن داغان را حس نمی کردم با تو نمی گفتم مگر من می خواهم که تو بدبخت شوی در چشمان داغان یک صمیمیت را دیدم باور کن او تو را دوست می دارد و می خواهد که تنها با تو خانه‌دار شود سنم باور کن سنم فکر کن من تیار بودم که با تو خانه‌دار شوم لیکن این خیل راه باشد چرا نکنیم برای تو برای من برای سرما برای داغان این بهترین راه این راه را باید سنجیم وگرنه همه عائله بر ضد ما میشود ما را از محله بیرون میکنند نه تو و نه من این را فهمانده نمیتوانیم خیلی به وضعیت بد میافتیم تو مرا فهمیدی یا نه مایلش گفتم که عمر ندیدی چه خیلی وقتهای آخر داغان عوض شده است شاید او در دل امید دارد چی گفتی سنم؟ راست میگوی رفته با داغان گپ میزنم اگر خواهی تو را یک فال بینم گوش کنید شکران خانم شما آیا میدانید که این کاری کردهتون این فال بینیتون در نزد خداوند گناه است کی میداند شاید این فال دیده شما چند کس را بدبخت کرد در این باره یگان بار فکر کرده اید اگر فکر نکرده باشید پس فکر کنید
چی شده؟ گرسنه نموندی؟ حاضر به تو دان میدیم. کنی بخون کپکی من؟ بخون کنی؟ بابری من. سرما به من قلبی طلایی داری گفت. اگر میدیدی که او به من چگونه مینگریست قلبم رو ریش کرد. اگر میدیدی کپک زخمی پیشینم را کشد. خور لعنتی. خور سنم گذر شین به من چی گفتنی بودی دوغان؟ لبای؟ چند روز باز از پسم هستی. چی میخواستی گفتن؟ من؟ هیچ؟ تنها به مثل امک بچه نصیحت کردم. این روزها هوشت پریشان است. با عمر چیزی گفتی؟ چی گفتم؟ با من خانه دار شده نترو. من؟ من خیلی نگفتم. یکون نافهمی شده است به فکرم. خیر اگر گفته باشم هم شاید مست بودم. دروغ است. چرا باید با تو خانه‌دار شوم؟ مرا پرتافته رفته با دیگر کس خانه‌دار شدن خواستی؟ این کار غیر امکان است. خدایا صنم، تو آدمی خواندگی هستی. این خیلی چیزها را فکر نکن. نمی شود. ایستا میگویم با تو یک چای بیارن. گپ زنان میکنیم. اکای عادل با ما دو چای بیار. نشونید. من خودم میارم. سنم در دکانی دوغان چیکار میکنن؟ سنم مرا ببخش سنم. یگانه چیزی که در زندگیم آرزو دارم سرمه است. مرا ببخش. عمر چرا این رو با من رو دیدی؟ چرا با من بازی کردی؟ چرا؟ سنم چی شد سنم؟ عمر چرا با من این طور کردی؟ چی میخواستی از من؟ سنم باز چی شد؟
دخترم خوش آمدی. سلام. چی شد دخترم؟ اوه خدا. هاشم در کجاست؟ هاشم چی شد؟ یا خدا حیف با تو هاشم گبزن چی شد؟ چی میشد؟ من از دکان داغن برآمدنی دخترت را دیدم. این مراتبه با داغن چی سر و کار داری؟ خدا چی نپاشیم؟ و دختری جوانی این خیل گپا را میدیم مگه؟ سرت خمیسی باز اکاسی تو به خواهرت زایبی کردن دهانیستی. انا میخیل با دهانی بازیستا در محله همه گپ میزنند. ناموس خواهرت زیر پای. حیفی تو شرمنده. حیفی تو دیدره چیکار میکنی پسرم؟ انا همیشه دستت درد رو ندیدم. انا میخیل میشود رو اکن خواهرت رو بیار رو شد بس اکنون به دخترم نرسید. فهمیدید؟ نرسید. چی شما رو کشتری هستید؟ سعیده جونم مرا خیلی ترسوندی. آرام شو. آرام شو سعیده خواهرکم خوب هستی؟ ابا جونم مادر جون. سعیده همش خوب است نترس. مادر شفایی دخترم. شفایی دخترم. خدا شفا دهد. اکنون دیگر به هیچ کجا نگریزید ملش. زودتر شفایی به خانه میرویم دخترم. مادر جان شما در اینجا صحبت کنید. من کمی کار دارم. زود برمیگردم. خوب هستی؟ مهراب جدیدترین فیلم سال از متلاش. جلو نزدیکن چی؟ طغیان عشق، کاخ برباد، شکست آرزوها، آخر شکارش برار میگیرد، احساس تلخ و درد شیرین. یک هفته شد حتی خبر نیست. فاجعه روزگار 12 فوریه کاخ برباد ساعت 14 یک جای است با سایر سینمای نو. бо донистани калима ва вожаҳои зиёд суҳбати шумо шуниданӣ хоҳад буд. вожаномаи электронӣ аз тақдимоти маркази продюсерии ҳамсадо. барномаи электронии вожанома бо 4 забон: тоҷикӣ, русӣ, англисӣ ва туркӣ. осон ва қулай барои тарҷумонҳо, муҳассилин ва кормандони корхонаву идораву муассисаҳо. бо истифодаи ин вожанома ки бештар аз 130 000 калима дорад, шумо калимаи заруриятонро дар 1 сония пайдо мекунед. барномаи электронии вожаномаро шумо метавонед аз дилхоҳ мағозаи фурӯши дискҳо пурсон шавед. телефонҳо барои маълумот 907 59 28 28 907 79 28 28. якҷоя барои ғанӣ гардондани бунёди луғавӣ ва барои ҳамсадо будан кор хоҳем кард. ҳамсадои дили шумо. فیلم سیراج‌الدین غفاری. شان باید پیدا شود. من همین کس را میشناسی؟ فهمیدی دنگی و توی عکس بارش قطعی گفت سریعی سیویلی است. ما در 100 روزه قسمت داریم. کسی که زن هفته آینده توی ندستانی نمیه زبان مسکوا دوشنبه همیشه اکشن فیلم سکوت تولد سینمای نو. روزهای نزدیک. امیر رو دوست می‌دارد. جوابم رو داد. در فروش استودیوی سوربن.
سکوت نسخه اصل تنها از جانب استودیوی سوربن. سنم در خونه است ینگه؟ نیست. پدرش رو خیلی جنگ کرد. وی بر اومد طرف. و کجا رفت نمیدونم. میکنم با تلفنش هم جواب نمیده. دخترم رو یاب اومد. التماس. خیلی میترسم در وقتی به خونه اومدم رویش به مثل مایلش ینگه. من او رو میابم. غم نخورید. مایلش. دوغان. اوه امک بچه خوش آمدی. چی شد؟ سنم به اینجا آمده بود. آمده بود. یگون چیز گفت؟ من هم نفهمیدم به خدا. در باره خانه‌دار شدن گپ میزد. گویا که من به تو گفته باشم که با او خانه‌دار میشوم. یعنی چی خیر؟ امک بچه من به تو شوخی کردم. تو هم باور کردی؟ دختری که منو ترک کرده است چرا با او خانه‌دار شوم؟ مادام که اسماعیل رو میخواد رفته با اسماعیل خانه‌دار شود. تو چی خیر توانستی داغان؟ با ناموس یک دختر چی خیر بازی میکنی؟ مادام که این خیر میگویی چرا مرا استفاده کردی؟ تو چی خیر انسان هستی ها؟ انسانگری من به من دست دارد آقای دکتر. از سنم قسم را گرفتم. دریاداری وی مرا با امید کرد و ترک کرد. باز یک روی کرده همسری کسی بیگانه شدنی بود. این انتقام است آقای دکتر، انتقام. دلت سوخت دکتر جان. با سنم خودت خانه‌دار شو. مادر گریه نکنید آخر. چرا خواهرت رو میزنی؟ شرم نمیداری؟ یگان تو حتی نحوال او رو نمیفهمی. چیزی شود داد میزنی. کلینم رو نبیره هایم رو از این خونه گریزانده، دخترم رو هم گریزانده. بس بودگیست. آما بیبی جان شیرین نکن. بیره های بیبی. ینگه جان ما برگشتیم. علیه دختر بیا خوش آمدی. سنم هم رفت. سنم رفت. بیا رفتیم شیرین نکنی بیبی رفتیم. اما که خودتون باید دیگه چه هست؟ ای خدا من اکنون چی کار میکنم؟ از این ورطه چی خیلی نجات میابم؟ خدا جان چاره ندارم. چی کار کنم؟
چیکار کنم نمیدونم. این دختر یگان به عقلی نکند. اما که قربان با شما چی شد؟ فرزند انسان گناه کند، دریا هم گریه میکند، آب هم گریه میکند، درخت هم گریه میکنند، پرنده ها. اما که قربان صنم را ندیدید؟ صنم از اینجا نگذشت، به این طرف آمد گفتن، ندیدید؟ زمین هم گریه میکند، آسمان هم، دریا هم. دریا گفتید؟ به طرف دریا رفت؟ زمین هم گریه میکند، آب هم گریه میکند. ای انسان، تو چقدر ظالم بوده ای؟ دریا برای آب بازی کردن است، دریا پر از خون شده است. اگر این ظلم نباشد پس چی است؟ صنم، در کجایی صنم؟ دریا، چقدر شوخی و روانی، چقدر خرسندی، لیکن درون من خون میگیره. خیلی میخواستم که دریا باشم، چون که تو یک مقصد داری. از این سنگ به اون سنگ زنی هم به مقصد میرسی. تو بحر داری که رفته به اون میرسی و در اون امین میمونی. من باشم، من سرم رو با سنگ ها میزنم دریا، تنها به درونی خود میگوتم، چون که من بحر ندارم دریا. من به بطلاق خود میغوتم. رو هم میغوتونم، همراه خود میغوتونم. چقدر میخواستم به تو مادر باشم، تو مرا ببخش. با من گوش کنید. لبای اومد امروز نامدن؟ نه امروز نامدن. در کجای عمر؟ صنم، صنم التماس نکن، التماس نکن. نزدیک نشم اومد. چرا با من بازی میکنی؟ چرا با من دروغ گفتی؟ صنم، من با تو بازی نکردم. و تو چیزی گفتم، راست گفتم. نمیدونم تو با چی قرار آمدی، لیکن من قرارم رو برآوردم.
санам шуд акнун шуд санам шуд намедонистам ки ту ин қадар беирода ва бетоқат ҳастӣ сабри ту дар куҷост санам сабре ки ба талабаҳо меомӯзӣ куҷост ишқе ки ба талабаҳо меомӯзӣ дар куҷост ақлу ҳуши ту куҷост ту чӣ хел муаллима ҳастӣ майлаш худатро куш модоме ки ин қадар мурдан мехоҳӣ куш модом ки ҷасорат ба зиндагӣ кардан надорӣ модом ки худро кушта ба худо исьён мекунӣ модоме ки ба амонати худо хиёнат мекунӣ куш худатро ин кам буд ки боз кӯдакро ҳам мекушӣ наход ту ин қадар золим шудаӣ санам модом ки ҳамин хел аст паррон худатро паррон санам ҷони худо ато кардаро гирӣ чӣ қадар ҷинояти калон мекунӣ мефаҳмӣ ғайбати мардум ва сарзаниши оилаат муҳим ё ин ки гуфтаҳои худованд کجایی عمر؟ در کجایی؟ من با تو هیچ وقت بازی نکردم و نمیکنم در گپم ایستادم فکر کردم نجات دادن تو رو انتخاب کردم اکنون اشک چشمت رو تازه کن تازه کن این سیری حیات است. با خوشبختی و بدبختی بعضی ها مبدل می گردد. بعضی ها از تاریکی به روشنی راه گیرند. بعضی ها از روشنی به تاریکی راه می گیرند. بعضی ها از عذاب خلاص شوند. بعضی ها گرفتار عذاب می شوند. این برای انسان ناحقی ظلم نیست مگر؟ اگر انسان این سیر را بیند با قلبش نگاه کند حیات در حقیقت به این حالش و ما خوشبختی را به یاد می آورد. برای آدمانی با فهم بدبختی ها قدر خوشبختی های بی آخر را بلند می کند. خوشبختی ها یک ذره بدبختی است. انسان اگر این سیر را نگاه داشته تواند اراده صبر کردنش با قوت می شود. قدر پیدا می کند. نه هر آدم خوشبختی بی آخر را درک می کند. در این دنیا صبر کردن می تواند. به غمها آواره شده فداکاری می کند که عقل انسان این را برداشت کرده نمی تواند. این رو هیچ کس ندید. همه فکر میکنن که تو از این محل رفته ای. تو رو با آدم ها نمیدیر میشیر. خدای توبه در کجا بودی عمر؟ با تلفن هم جواب نمیدی. چقدر تو رو در بیمارخانه منتظر شدم. با تو یک تحفه غیر چشم داشت دارم. روز تولدت مبارک عمر. این رو
برای تو دوختم. حتی با دستم سوزن خلید من هم خونم رو با آن مالیدم. با آن گفتن خواستم که تو رو از جانم هم زیادتر دوست می‌دارم. خیر خیر معقول شد. میدانستم که معقول می شود. انگشترینم رو پس گرفتم میخواهم. نفهمیدم. ما با سنم خانه داشتیم.